بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد و على آله و صحبه اجمعین. با سلسله دروس تفسیر قرآن کریم از کتاب الجامع لاحکام القرآن با شما هستیم. درس قبلی درباره 7 حرف قرآن بود و در آن موضوع آرای علما درباره معنای 7 حرف قرآن را گذاشتیم. بابی را که شروع میکنیم این هم درباره جمع نمودن قرآن کریم در زمان حضرت عثمان رضی الله عنه است. سبب جمع نمودن حضرت عثمان رضی الله عنه در چی بود و چرا امر نمود که دیگر قرآن هایی که نوشته شده است را در بدهند و کدام صحابگان بودند که حافظان قرآن کریم بودند در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. قبل از آنکه که وارد شرح کتاب بشویم باید بدانیم که قرآن کریم در ابتدا از لوح محفوظ به طبقات آسمانی یک بار نازل شد، یعنی یک بار در قرآن کریم از لوح محفوظ به آسمان دنیایی که ما قرار داریم در یک بار نازل شد. ولی در مدت نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در طول 23 سال جداگانه و به احداث معین قرآن کریم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شد. هر آیتی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل می شد، پیامبر اکرم کسانی را داشت که کتاب وحی می گفتند شونه، یعنی کسانی که وحیی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل می شده می نویساندند، چون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خود نوشته نمی توانست. و این کسانی که وحی را می نویساندند 10 نفر بودند. در زمان نازل شدن آیات قرآن کریم شاید همشون وجود داشت، شاید بعضیشون وجود داشت، ولی در اساس کسانی بودند که وحیی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل می شد را می نویساندند. همین گونه در حیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تمام قرآن کریم نویسانده شده بود. هر وقت که آیت نازل می شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمودند که این آیت را در آن سوره و بعد آن آیت قرار بدهید. پس معلوم می شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با ذکر نام سوره و بعد کدام آیت آن سوره قرار دادن آیت نازل شده را می گفتند و امر می کردند تا که کاتبان وحی در جای درست و صحیح نازل شده آیت قرارش بدهند. پس در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تمام قرآن کریم هم نویسانده شده بود و هم صحابگان حفظ نموده بودند، تا اینکه معرکه یمامه بین مسلمانان و مرتدان در زمان حضرت ابوبکر رضی الله عنه به وجود آمد. از شدت این معرکه بین مسلمانان و مرتدان صحابگان در ابتدا با ندا نمودن یا اهل الانصار، ای اهل انصار، کسانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در مدینه استقبال نمودید، فریاد زنان روحیه مسلمانان را بلند می کردند، دیدند که با این ندا نمی شود. سپس گفتند یا حفاظ القرآن الکریم، ای کسانی که حافظان قرآن کریم هستید و قرآن کریم را در دلهایتان حفظ نمودید. فریاد زنان برای تقویت دادن روحیه مسلمانان صدا می زدند و حافظان قرآن کریم خود را در صف اولی این معرکه قرار می دادند و این سبب شد که در این معرکه زیاده از 500 صحابه که حافظان کل قرآن کریم بودند همگی به استشهاد برسند. و حضرت عمر رضی الله عنه به حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرمود که ای خلیفه مسلمانان، ما در این معرکه زیاده از 500 حافظان قرآن کریم را از دست داده ایم. اگر وضعیت همین گونه برود ما قرآن کریم را از دست خواهیم داد. حضرت ابوبکر رضی الله عنه میپرسد که چی باید کنیم؟ حضرت عمر رضی الله عنه میگوید تمام قرآن کریم را یک جا جمع نماییم. حضرت ابوبکر در این سخن حضرت عمر در حیرت میماند و میگوید چگونه کار را بکنم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نکرد؟ حضرت عمر میگوید والله که این خیر است، یعنی بهترین کار میشود که قرآن کریم همه‌اش جمع نموده شده باشد. تا اینکه الله عزوجل در دل حضرت ابوبکر
این روشنایی و این امر را ثابت می نماید و حضرت ابوبکر رضی الله عنه برای جمع نمودن قرآن کریم یکی از بازکاوترین صحابه را انتخاب می نماید. آن هم زید بن ثابت است. زید بن ثابت چنان انسانی بازکاوت بود و چنان حافظ قرآن کریم بود که از شدت زکاوتش در سیرت می آید که روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زید بن ثابت به یک قبیله یهودیا روان می کند که لغت یهودیا را تعلیم بگیرد. در آن زمان حضرت زید بن ثابت 17 سال دارد. هنگامی که می رود تعلیم بگیرد این لغت یهودیا را، همگی در مدت 17 روز تمام آن لغت را می کند و به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آید. یعنی زید بن ثابت در نزد صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار معروف و مشهور بود. و حضرت ابوبکر رضی الله عنه هنگامی که زید بن ثابت را برای این کار موظف می‌گرداند، برای او شرط های میموند که قرآن کریم تنها با این شرط جمع نماید. یکم این که هر آیت را که می‌خواهد بنویسد باید این آیت قرآن کریم در جای نوشته شده باشد. یعنی وقتای پیش این خیلی قلم و دفتر نبود. قرآن کریم را در سنگ ها می نویستند و در پوستا و دیگر چیزها می نویسندند. شرط یکم حضرت ابوبکر این بود که آیتی را که زید بن ثابت می خواهد بنویسد آن را نویسندگی باشند در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. و دوم این که هر آیتی را که می نویساند باید 2 نفر از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شهادت بدهند که این آیت را در زمان نازل شدن وحی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضور داشتند و از دهان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این آیت را شنیدند. بسیار شرط های دقیق و نازک بود. حضرت زید بن ثابت در ابتدا این امر را قبول نکرد، چون که گفت چگونه کار را میکنیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ننموده است. ولی حضرت ابوبکر گفت ان شاء الله که خیر است، تا اینکه الله عزوجل زید بن ثابت را نیز به این کار دلش را منور نمود و گفت والله که اگر گویند که یک کوه را کنده از اینجا به جای دیگر ببری برای من آسانتر است از آن که قرآن کریم را جمع نمایم، چون که مسئولیت بزرگ در نزد الله عزوجل خواهم داشت. و خصوصا در زمان قرار داشت که اکثر حفاظ قرآن کریم به شهادت رسیده بودند. پس آوردن 2 شاهد و جمع نمودن آن نویسندگی ها بسیار کار دشوار بود که حضرت زید بن ثابت تمام این را جمع نماید. حضرت زید بن ثابت تمام قرآن کریم جمع می کند، ولی در مسئله یک آیت قرآن کریم می آید که این هم قول الله عزوجل است که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه تا آخر آیت. حضرت زید بن ثابت می داند که این از قرآن کریم است و می داند که این آیت را برای اینکه بنویساند 2 شاهد لازم است. اما بغیر خزیمه گفتن صحابه در نزد دیگر نمی یابدش. خود زید بن ثابت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این آیت را شنیده است، ولی بغیر خودش باید 2 شاهد دیگر بیارد، ولی تنها خزیمه شاهد این واقعه هست. و حضرت ابوبکر رضی الله عنه میگوید که بغیر خزیمه دیگر شاهد ندارم، آیا بنویسم؟ حضرت ابوبکر رضی الله عنه امر میکند که بنویس، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم شهادت خزیمه را به شهادت 2 فرد برابر نموده بود. در یک مسئله پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که شهادت خزیمه به شهادت 2 مرد برابر است. برای همین حضرت ابوبکر امر میکند که این آیت را بنویسد و تمام قرآن کریم زید بن ثابت جمع می نماید و به نزد حضرت ابوبکر رضی الله عنه میارد و نام این قرآن کریم مصحف الامام میمونند. بعد از تمام شوی جمع نمودن قرآن کریم، حضرت ابوبکر امر میکند که دوباره مراجعه کند و ببیند که جای ده نقص و یا اشکال نباشد. همین گونه تا 3 مراتبه قرآن کریمی که نوشته شده بود را 3 مراتبه مراجعه میکند و
به حضرت ابوبکر رضی الله عنه تقدیم می نماید. حضرت ابوبکر رضی الله عنه خود حافظ قرآن کریم بودند. بعد از 3 مراتبه از مراجعه خود حضرت ابوبکر بار دیگری قرآن کریم مراجعه می کنند. و این مصحف امام در نزد حضرت ابوبکر رضی الله عنه می ایستد و هر کسی که می خواهد از این قرآن کریم چند آیت و یا کدام سوره را بخواهد بگیرد. و معلوم است که انسانایی که بیایند از مصحف امام رو برداری کنند، یک سوره باشد یا مقدار چند آیت باشد، شاید خطای بکنند، شاید آیت را بپرتایند. یعنی تنها اصل در آن زمان مصحف امام بود، ولی برای دیگران اجازت بود که از این قرآن آمده برای خود نوشتجات از آیات قرآن کریم داشته باشند. همین حال دوام می یابد و این مصحف امام بعد از خلافت حضرت ابوبکر به حضرت عمر رضی الله عنه می رسد و بعد از آنی که حضرت عمر رضی الله عنه را به شهادت می رسانند، این مصحف امام در نزد ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها قرار می گیرد. در زمان خلافت عثمان رضی الله عنه، چگونه که درس سابق ذکر نمودیم، مسلمانان بیشتر می شوند و هر کدام از آنها جزئی از قرآن را دارند و یا آیات‌های از قرآن کریم دارند که با قرائت‌های خاص خود می‌خوانند و شاید در نوشتجاتشون خطاگی‌ها، کمبودی‌ها وجود داشته باشد، تا اینکه یک فتنه را به بار می‌آورند که یکی به دیگری میگوید که قرآنی که من می‌خوانم از قرآن می‌خوانده تو بهتر است و دست به تکفیر یکدیگر می‌زدند. و این امر به حضرت عثمان رضی الله عنه آمده می‌رسد و میگویند ای امیر المؤمنین، مسلمانان را در بیاب که در یک فتنه بزرگ قرار داریم. این هم یکدیگر را تکفیر نمودن و قرآن من از قرآن تو بهتر است میگویند یکدیگر را. در اینجا هست که حضرت عثمان رضی الله عنه به یک قرار می آید که بسیار هم قرار مهم و لازمه بود. امر میکند که مصحف امامی که در نزد ام المؤمنین حفصه بنت عمر قرار دارد را بیاورند و از آن قرآن نسخه برداری کنند. و در اینجاست که حضرت عثمان رضی الله عنه امر میکند که اگر در کتابت آیت از قرآن کریم اختلاف دارید که به کدام قرائت است، پس او را به قرائت قریشی ها بنویسید، چون که قرآن کریم بر زبان قریشی ها نازل شده است. و همین گونه 6 نسخه از این قرآن کریم میکنند و به تمام دولت هایی که تحت اختیار مسلمانان بود روان میکنند و امر میکند که هر آن کسی که بغیر از این 6 قرآن کریم چیزی از قرآن کریم نوشته شده باشد را در بدهد، چون که کسی نمیداند نوشتجات اونها چی ناقصی دارد و یا چی عیب و اشکال دارد. این قرار را که حضرت عثمان رضی الله عنه گرفت در بین ملأ عام صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود و حضرت علی رضی الله عنه را هنگامی که این امر را با او میفهمانند میگویند که ای علی رضی الله عنه، حضرت عثمان دیگر قرآن ها را در داده ایستاده است. حضرت علی رضی الله عنه میگوید والله که اگر من در جای او می بودم چنین کار را میکردم، چون که حضرت عثمان این امر را در ملأ عام و در نزد جمع از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گرفت و گفت اگر که ما امروز این گونه اختلاف داشته باشیم، پس آن کسانی که بعد از ما می آید را اختلاف بزرگی در قرآن کریم خواهند کرد. همین است، اگر قرآن کریم را حضرت عثمان رضی الله عنه جمع نمی نمود، قرآن کریم همانندی شعر در ما می آمد می رسید و هر کس می داند که انسان چگونه در شعرها اختلاف دارد. پس این یک ملخص درباره جمع قرآن کریم توسط حضرت عثمان رضی الله عنه بود. اکنون می گذاریم به شرحی از داخل کتاب. كان القرآن في مدة النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا في صدور الرجال، وقد كتب الناس منه في الصحف وفي جريد وفي اللخاف والضرر وفي غزف وغير ذلك. در اینجا می‌فرماید که
قرآن کریم در مدتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بین صحابگان بود با دو نوعی از حفظ را دارا بود. یکمین نوع این حفظ قرآن کریم دلهای مردم بود، یعنی قرآن کریم در دلهای مردم حفظش وجود داشت. وقد كتب الناس منه في الصحف، و این چنین قرآن کریم اوناس یعنی افراد وجود داشت که همین آیات کریمه و سوره های قرآن کریمه در بعضی از صحیفه ها و یا بعضی از جریده و بعضی از لخاف گفته یک گونه سنگ میگویند که سفید است و ملائم است، و ضرار گفته یک گونه سنگ دیگر را میگویند که همانند کارد یا همانند همون سکین چی دارد، تیزی دارد. دو نمود از سنگ را نامبر کرد که در این دو نمود از سنگ قرآن کریم هم نویسانیده شدگی بود. و فی خزفی، خوب خزف گفته چی را میگن؟ یک گونه از خاک را میگویند که در آتش چسبانیده شده است. و غیر ذلك، و اینچنین در دیگر اسبابی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نویسانده میشد، در همون چیزها قرآن کریم هم نویسانیده شدگی بود. فلما استحر القتل بالقراء يوم اليمامة في زمن الصديق رضي الله عنه، و در زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه که میگوید در معرکه یمامه با قراء قرآن زیاد که صحابگان تکیه میکردند و با ندای یا حفاظ القرآن الکریم و یا حملت القرآن الکریم گفته روحیه مسلمانان را بلند میبرداشتند. در این غزوه قراء قرآن کریم خود را پیش صفی تمام دیگر صحابگان و مسلمانان میدانستند. و هنگامی که معرکه زیاد درگیری داشت و قراء بسیاری از دست دادند و همگی شهید شدند. و قتل منهم في ذلك اليوم فيما قيل 700، یعنی همان گونه‌ای که میگد روایت آمده است که 700 قاری قرآن کریم و حافظ قرآن کریم همگی به شهادت رسیدند. اشار عمر بن الخطاب على ابی بکر الصدیق رضی الله عنهما بجمع القرآن. در همین جا بود که حضرت عمر رضی الله عنه با حضرت ابوبکر رضی الله عنه امر کرد که قرآن کریم همه‌اش جمع نماید و نگه دارد در یک مصحف. چرا چنین کرد؟ مخافت ان یموت اشیاخ القراء، چون که حضرت عمر ترسید که کلانها و شیخهای قرائی که وجود داشت در بین صحابگان همه آنها بمیرند و به شهادت برسند و قرآن کریم با شهادت رسیدن حفاظ قراء از بین برود. به امثال ابی ابن کعب و ابن مسعود و زید بن ثابت، همینها قراء و حفاظ قرآن کریم بودند. فندب زید بن ثابت الى ذلك، و به این کار زید بن ثابت رضی الله عنه را حضرت ابوبکر انتخاب نمود که قرآن کریم جمع نماید. فجمعه غیر مرتب السور، یعنی حضرت زید بن ثابت در ابتدا به ترتیب سوره، یعنی که همانند که این حال ترتیب سور در قرآن ما وجود دارد، از الحمد شروع شده تا به سوره ناس رفته می رسد، این گونه ترتیب قطعی حضرت زید بن ثابت در ابتدا جمع نموده بود. بعد تعب شدید، چون که بسیار هم تعب و مشقت کشید که تا قرآن کریم همشه یک جا جمع نماید. رضی الله عنهم اجمعین، خداوند از همشان رضا باشد. خب این حدیث در کجا آمده است؟ این حدیث در صحیح بخاری آمده است که روی البخاری عن زید بن ثابت قال، حضرت امام بخاری رحمه الله روایت میکند از زید بن ثابت، خودی همون صحابه‌ای که جمع قرآن بر دوش داشت. قال ارسل الی ابو بکر مقتل اهل الیمامه، حضرت ابوبکر هنگامی قتالی که در اهل یمامه در غزوه یمامه قرار داشتیم، حضرت ابوبکر به سوی من
آدمی روان کرد فرستان که و عنده عمر و در نزد حضرت ابوبکر حضرت عمر نیز قرار داشت. فقال ابوبکر حضرت ابوبکر رضی الله عنه گفت این عمر اتانی حضرت عمر به سوی من آمد به سوی حضرت ابوبکر آمد. فقال این القتل قد استحر یوم الیمامه بالناس به من گفت حضرت عمر به حضرت ابوبکر گفت که قتل و کشتار به قرای قرآن در غزوه یمامه بسیار هم تیز و سخت شده است. یعنی قرای قرآن کریم را بسیارتر به شهادت رسانیده ایستاده اند و من می ترسم که با استشهاد این قرای قرآن کریم بسیاری از قرآن کریم را ما از دست بدهیم و نیاویمش، چون که این قرای قرآن کریم همه قرآن را در نزد خود دارند، اما دیگر صحابگان نه همه قرآن کریم را حفظ می دانند. الا ان تجمعوهم مگر اینکه در یک حالت می شود که همین قرآن کریم همشه در یک مصحف در یک کتاب جمع نماییم. و اینی لارا ان تجمع القرآن و حضرت عمر رضی الله عنه پیشنهاد میکند به حضرت ابوبکر رضی الله عنه که قرآن کریم همش را در یک جا جمع نماییم. قال ابوبکر حضرت ابوبکر رضی الله عنه میگوید فقلت لعمر كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت ابوبکر میگوید چگونه ما کاری را بکنم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در قید حیات نکرده بود. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه قرآن در یک جا جمع نمودن را امر نکرده بود و یا اینکه کسی هم در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنین پیشنهاد را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشنیده بودند که قرآن کریم را همه‌اش را در یک مصحف جمع نماییم. اما کتاب وحی وجود داشت، کسانی بودند که آن چیزی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل می‌شد می نویسانیدند، فقط اینکه در یک قرآن کریم همه‌اش جمع نبود. فقال هو والله خیر. حضرت عمر رضی الله عنه گفت والله که این کار ما خیر است. فلم یزل یراجعنی حتی شرح الله لذلك صدری و رأیت الذی رأى عمر. و حضرت عمر رضی الله عنه تکرار به تکرار همین طلب را از حضرت ابوبکر رضی الله عنه میکرد تا اینکه خداوند عزوجل دل حضرت ابوبکر رضی الله عنه را به این کار منور گردانید و آن رأی را انتخاب کرد که حضرت عمر رضی الله عنه به او پیشنهاد کرده بود. قال زید و عنده عمر جالس لا يتكلم. و حضرت زید فرمود در هنگامی که حضرت عمر در بین اونها وجود داشت و اما سخنی هم نمی گفت. فقال لی ابوبکر انك رجل شاب عاقل ولا نتهمك. حضرت ابوبکر رضی الله عنه به زید بن ثابت گفت که انك رجل شاب، تو یک جوانی هستی که عاقل هستی و هرگز تو را تهمت در حفظت و در دینداریت و در آن چیزی که از قرآن کریم داری هرگز کسی تو را تهمت بر خیانت کردن قرآن کریم نمی کند. كنت تكتب الوحی لرسول الله صلی الله علیه و سلم، چون که تو کسی بودی که وحی که بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل می شده می نویسانیدی. فتتبع القرآن فاجمعه، قرآن کریم کابو جمع نما. فوالله لو كلفني نقل الجبل من الجبال كان اثقل علي مما امرني به من جمع القرآن. و حضرت زید بن ثابت قسم به الله یاد میکند که اگر که جابجا نمودن کوه را در من می سپاریدند برای من آسانتر بود از آن چیزی که الان به من امر شده است، و این هم جمع نمودن قرآن کریم. و زید بن ثابت هم اعتراض خود را بیان کرد و گفت چگونه هر دوی شما امری را میخواین انجام بدهید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نکرده است. فقال ابوبکر هو والله خیر. حضرت ابوبکر فرمود والله که این کار خیر است.
فلم ازل اراجعه حتى شرح الله صدری للذی شرح له صدر ابی بکر و عمر. همین گونه حضرت ابوبکر از من طلب میکرد و من هم طلب او را رد میکردم و تا اینکه الله عزوجل دل مرا نیز با اون چیزی که حضرت ابوبکر و عمر رضی الله عنه میدیدند دل من را نیز الله عزوجل منور گرداند. فقمت فتتبعت القرآن اجمعه. یعنی بعد از آن حضرت زید بن ثابت شروع نمود به جمع نمودن قرآن کریم در همون چیزهایی که قرآن کریم را در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می نویسانیدن و در نزد هر یک صحابه که حفظ وجود داشت از قرآن کریم همه اینها را حضرت زید بن ثابت جمع می نمود. حتی وجدت من سوره التوبه آیتین مع خزیمه الانصاری. تا اینکه با آیتی از سوره توبه رسیدم که تنها در نزد یک صحابه وجود داشت و اون هم حضرت خزیمه انصاری بود. لم اجدهما مع غیره. بغیر حضرت خزیمه در دیگر شخص او را پیدا نکردم این دو آیت را. این هم کدام آیت است؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم تا آخر آیت های آخر سوره توبه. فكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله. و این قرآن را که حضرت زید بن ثابت جمع نموده بود و ترتیب سوره ها وجود نداشت در نزد حضرت ابوبکر رضی الله عنه قرار داشت این کتاب تا اینکه وفات نمودند و سپس این قرآن در نزد حضرت عمر رضی الله عنه قرار گرفت و بعد از استشهاد حضرت عمر رضی الله عنه در نزد مادرمان ام المؤمنین حفصه بنت عمر قرار داشت چگونه ای که در بالا ذکر نمودیم. در اینجا سوال میاد که فإن قیل فما وجه جمع عثمان للناس على مصحفه وقد سبقه ابو بكر الى ذلك وفرغ منه. حضرت عثمان رضی الله عنه چرا قرآن دوباره جمع نمودک و مردم به مصحفی که حضرت عثمان رضی الله عنه جمع نمود مردم همه را به این امر کرد که از این قرائت و از این تلاوت کنند، در حالی که حضرت ابوبکر رضی الله عنه پیشتر قرآن کریم جمع نموده بود در هنگامی که حضرت عمر رضی الله عنه مشورت داده بود. جواب در این سوال چنین است که حضرت عثمان رضی الله عنه هرگز قصد نکرد که مردم به جمع قرآنی نو یا اینکه جمع قرآنی که خودش کرده است جمع نماید، بلکه هدف چنین بود که آن زمان مردم در 7 قرائت قرآن کریم اختلاف به وجود آوردند که بین خود فتنه به بار آوردند، چون که صحابی که در هر یک منطقه وجود داشت به قرائت داشته خودش قرآن کریم را تلاوت میکرد و معلوم است که مردم آن منطقه به خلاف دیگر منطقه‌ای که دیگر صحابی و با دیگر قرائت قرآن را که تلاوت میکردند بین یکدیگر نزاع با وجود می آید. افرادی که قرآن را تلاوتش را از صحابی‌های مختلف گرفتند، یعنی هدف حضرت عثمان رضی الله عنه همین است که این اختلافی که با وجود آمده است را از بین ببرد و چگونه که دیدیم حضرت عثمان رضی الله عنه طلب میکند که مصحفی را که حضرت ابوبکر رضی الله عنه جمع نموده است را از نزد حفصه ام المؤمنین رضی الله عنها بگیرد و او را اصل قرار بدهد و جمع دوم باره را مطابق به همون جمع اولیه بکند. و هنگامی که حضرت عثمان رضی الله عنه مشورت میپرسد و میگویند رأی همون رأی هست که تو بگویی ای امیر المؤمنین، و حضرت عثمان رضی الله عنه میگوید که الرأی عندي ان يجتمع الناس على قراءة. نظر من این است که مردم همه را به یک قرائت جمع نماییم. فإنكم اذا اختلفتم اليوم كان من بعدكم اشد اختلافا. یعنی اگر امروز شما اختلاف کردین در قرائت هایی که قرآن کریم دارد،
پس کسانی که بعد شما می آید اختلافشان بزرگتر و بالاتر می شود از اختلافی که بین شما در عین حال قرار دارد. و سپس امر می کند که قرآنی را که در نزد ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها قرار دارد را بیارند و حضرت زید بن ثابت و عبدالله بن زبیر و سعید بن العاص و اینچنین عبدالرحمن بن حارث بن هشام امر می کند که دوم باره قرآن کریم جمع نمایند به قرائت اهل قریش. فنسخوها فی المصاحف و در چند مصحف کتابت کنند و به سرزمین هایی که مسلمان نشین هست بفرستند. و در اینجا میگوید که حضرت عثمان رضی الله عنه اذا اختلفتم انتم و زید بن ثابت فی شیء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش، یعنی که در قرائاتی که در قرآن کریم وجود دارد هنگامی که شمایان اختلاف کردین هنگامی کتابت، حضرت زید ثابت و دیگر صحابایی که همراهش در جمع نمودن قرآن کریم وجود داشتند، پس زبان قریشی را اصل قرار داده قرآن کریم نسخه برداری کنید. و مثال اختلافشان این است که در آیه کریمه که الله عزوجل می‌فرماید این آیه ملکه ان یأتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم، سوره بقره ده. همین کلمه تابوت صحابگان هنگام نسخه برداری در قرآن کریم اختلاف کردند. حضرت زید گفت التابوه می نویسیم شب، یعنی با حرف ها. اما حضرت ابن زبیر و سعید بن العاص گفتن با اثبات حرف تا، التابوت می نویسانمش. فرفع اختلافهم الى عثمان فقال اكتبوه بالتاء فانه نزل بلسان قریش، یعنی همین اختلافشون به نزد حضرت عثمان رضی الله عنه بردن و حضرت عثمان هم فرمود که اکتبوه بالتاء، یعنی با اثبات حرف تا، التابوت همون گونه که عین حال وجود دارد همین گونه بنویسانش، چون که قرآن کریم به زبان قریشی ها نازل شده است. این در صحیح بخاری و سنن ترمذی این حدیث آمده است. ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصه. هنگامی که صحابگان رضی الله عنهم اجمعین اتمام نمودن از نسخه برداری در چند مصحف، صحفی که یعنی کتابی که مصحف امام بود، همون را حضرت عثمان رضی الله عنه به ام المؤمنین حفصه بنت عمر رضی الله عنها برگردانید و از همین مصاحفی که نسخه برداری کرده بودند به هر یک منطقه‌ای که مسلمان نشین بود یک نسخه روان کرد و امر کرد که هر اون چیزی که از قرآن کریم هر کسی که در نزد خود دارد را در بدهد و تنها معتمد و تکیهگاه همون مصحف هایی هست که صحابگان رضی الله عنهم اجمعین آن را نسخه برداری کردند و به تمام سرزمین های مسلمان نشین روان کردند. این هم درباره جمع قرآن کریم توسط حضرت عثمان رضی الله عنه هست. بابی رو که قصد داریم درس آینده انشاءالله بخوانیم این هم درباره ترتیب سوره های قرآن کریم و آیات هایش و اینچنین شکل و نقطه گذاری و حزب کردن و 10 جزء نمودن و عدد حرفا و چند جزئی که قرآن عین حال دارد و کلمات و آیات هایی که دارد را درس آینده انشاءالله تعالی درباره اش میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.